سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ سلام. خیلی مخلصم. آقا من سریع برم سر اصل مطلب. سلام و عرض ادب خدمت تمام کسایی که دارن ویدیو رو میبینن. مطمئنم یه ویدیو تو چنل نیما دیدین و اون توضیحاتی که نیما داده هم شنیدین. ما یعنی شخص خود من تصمیم گرفتم که بیام اینجا براتون توضیح بدم داستان اون خواستگاری که حالا ما رفته بودیم. یکی اینکه اصلا کارمون به نظرم اشتباه بود، ما باید از اولش با مامان بابا میرفتیم. نه من اینو قشنگ خود منم صحبت کردم، گفتم ببین اگه ما با پدر مادرم بلند میشدم میومدم اونجا این رفتار رو میدیدم که خیلی بدتر میشدش، بعد دعوا میشد. پس ما تصمیم گرفتیم بریم اونجا خیلی مؤدبانه، خیلی با احترام، نه پشت تلفن زنگ بزنیم بگیم هستیم، چون بالاخره یه چیز با خواستگاری دیگه متفاوت بوده، خواهر رفیقت بوده. پس ما به عنوان 2 نفر بزرگتر تو اومدیم اونجا که از پدر مادر برادر اجازه بگیریم با خانواده بریم. ما خواستگاری نرفتیم مثلا، ما رفتیم اونجا اجازه بگیریم واسه خواستگاری. ولی حالا به هر حال میگم با ما به نظر ما این درست بوده. خب ولی خب حالا به نظر مهدی و داداش وحید شاید این درست نبود. به هر حال اونا مثل یه عقاید دارن، خواهرشونه و حال حساسن. و حالا من این سوال بپرسم، ما بابام الان مامانینا 2 روز این ویدیو رو گذاشتین دیگه، 2 روزه دارن دعوا میکنن. یعنی چی؟ به پسر من میگه به سگ میدیم، به تو آرمان نمیدیم. از من کجه بچه اون با اینکه ولی این حرفا رو زدن خود شنیدی که بابا هم میگفت شما باید با من صحبت میکردید و من میگوید اولین قرار. و حالا میگم یه سری فکرها هست تو ذهن من که میتونه حالا فرق داشته باشه با هم، ولی من یه تصمیمی گرفتم با اینکه واقعا هم فقط نمیدونم چجوری بگم، حس خوبی ندارم، ولی من تصمیم گرفتم که کلا بیخیال این قضیه بشم. من رفاقتم با مهدی خیلی بالاتر از چیزیه که بخوام از دستش بدم. مال خود نیما میدونه، مهدی مثل نیما میمونه واسه من. ما زندگی کردیم یا خود نیما با مهدی داداش ولی من باشون زندگی کردم. من نشستم فکر کردم کار من درست نبود، چشم ناپاکی کردم. این چشم ناپاکی نمیشه ببین تو بلند میشدی میرفتی نمیدونم بیرون قرار میذاشتی فلان کار میکردی سر کار میکردی اون بعد چون میشه چشم ناپاکی. ولی این که میری پا پیش میذاری واسه خواستگاری، تو اولا که باید اصلا تصمیمتو میگرفتی که الان نه اینجا بشینی بگی آقا من به خاطر مهدی که رفاقتم. تو باید زودتر از این حرفا به رفاقت فکر کنی. ما با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم یا برو جلو. من تو اونجا براشم گفتم آرمان میخواد هر هم که بخوادم پشتش هستم. الانم میگی آقا فلان سو نمیدونم دیگه خودت بگو دیگه. من دیگه میخوام قضیه رو تو دل خودم میخوام بکشم تمامش کنم. واقعا من دوست ندارم سوء تفاهم پیش بیاد، بگم اصلا اسم من بعد در بره. کلی من کامنت بد داشتم که آرمان رفته خونشون اومده، وحید از دست من خیلی ناراحت شد، با اینکه کار من شرعی بود اصلا. یعنی خود بابای مهدی عمو حمدالله اصلا اوکی بود با این قضیه، یعنی مشکلی نداشت، میگفت که با مامان بابا بیای. ولی حالا به هر حال من تصمیم گرفتم که کلا این قضیه رو قطعش کنم و محدثه دیگه این بعد به عنوان واقعا یه دوست چجوری سه دو خرخاله اسم خواهر نمیارم چون اصلا هم چیزی ممکن نیست. آخه اصلا دیگه فکر کردیم مثلا مثل اولش میشه دیگه، اصلا میتونم دیگه اصلا ببینید یا اصلا دیگه اعتمادی هست. نه واقعا نمیدونم. بعد اینکه یا باید تا تاش میرفتی یا الان نمیدونم مهدی چجوریه. من که خودم شخصا دست مهدی ناراحتم، یعنی مهدی به عنوان رفیق نباید میذاشش کسی اصلا اونجا حرف بزنه خب بی‌ادبی کنه، نه اینکه خودش هم بلند شه دعوا کنه. مهدی هم سنی نداره. مهدی هم سنی نداره، تازه خواهرش مهدی ببین بعد خواهرش ازش بزرگترن. حالا محدث اومده میدونی چی جالب بود؟ یه نفر کامنت گذاشته بود نیما قدری تو چرا موش شدی پس؟ می‌خواستی با قمه برم بزنم یا اونجا می‌خواست بزنم شما رفتیم خواستگاری جنگ. حالا به هر حال دوستایی که دارن از اینجور کامنت‌ها می‌ذارن قربون شکل دارن، میگه شما شخصیت و فرهنگ نداری، عذرخواهی می‌کنم اصلا نمی‌خوام بی‌احترامی بکنم. وقتی شما میری خواستگاری یک نفر یه چاقو قمه با خود ببر که دعوا قطعا این کارو نمی‌کنی که با گل شیرینی میری اونجا چکم بخوری. شما باید احترام بذاری
به بزرگتر اون خونه حرفی نزنیم. بزرگتر اون خونه منو قبول داشت، بزرگتر اون خونه من دست و پاشم میبوسم، ولی به هر حال نشد. من میخوام الان زنگ بزنم به مهدی جلوتون این قضیه رو بهش بگم. حالا ایشالله که جا خیلی ناراحت از دستم و دوست دارم که رفاقت ها باشه. کار اشتباهی من برم بیرون چیزی نگه عصبانی شم. نه تموم شد به من بگو بیام تو، من بیرون بس تو مخم نمیره چرت و پرت دیگه میگه گردنشو میشکنم. واقعا رفاقت نیما و مهدی هم اصلا چی بگم والا، یه چیزیه که اتفاق افتاده. یه سری ها میمونن میگن که دوربین مخفیه و فلان و بیسا، اینا اصلا این خبر نبوده بچه. واقعا مهدی سلام. سلام. چطوری، خوبی؟ خوبم. دادا وقت داری صحبت کنی؟ کار تو رو بپرسی، جنگی کار تو رو کار داری؟ نه میخوام باید یه دقیقه دو حرف بزنم. جان ببین من الان دارم ویدیو هم میگیرم. خب چی میگیری؟ دارم ویدیو میگیرم بعد حالا زنگ زدم به تو. ببین من کلا تصمیم گرفتم، نشستم صحبت کردم. مامان بابا اینو که ویدیو رو دیدن خیلی ناراحت شده بودن از دست تو داداش مهدی، و این طرف هم از دست من ناراحت شده بودن، میگفتن آقا رفتی خونه‌شون اومدی و فلان، بعد رفتی خواسته بری، کار اشتباهی بوده. من زنگ زدم بگم که آقا من میخوام این قضیه رو کلا فراموش کنم. واقعا تو نمیخواد فراموش کنی؟ نه دادا اصلا بحث اینا نی. من بحث اینه که داداش من بحث اینه که داداش من میگم یه اشتباهی کردم، آدم باید اشتباهاشو بپذیره. خب مهدی من دوست ندارم رفاقتم خراب بشه به خاطر حالا یه اشتباهی که کردم. اشتباه نبوده، من میگم من به خاطر رفاقتم با تو، به خاطر نون و نمکی که با تو خوردم، من میخوام قضیه رو فراموش کنم کلا واسه میشه. خب ببین من نمیگم کارم اشتباه بوده مهدی، خب کار من خیلی اشتباه بوده، ولی به هر حال من رفیقی به اسم آرمان ندارم. تمام صحبت میکنی یا نه؟ داداش حرف منو گوش میکنی؟ باشه گوش میکنی. بگو به خاطر ترس و مرس و فلان و بیساری نیستش، به خاطر اینکه خودت احترام گذاشتی الان زنگ زدی داری باش آشتی میکنی نمیدونم فلان و بیسار رو. نه آقا اوکی تو برو. تو تا تهش می‌خواستی بری، منم پشت پای نیستم تا تهش میرفتم. اونجا داد و بیداد شد به خاطر احترام بزرگتری که اونجا بود، ما حرفی نزدیم، سکوت کردیم. آقا اوکی برو. ببخشید آقا من دوست دارم با تو رفاقتمو داشته باشم. من نمیخوام مثلا محادثه مثل خواهر من آقا این بعد. خب من یه اشتباهی کردم آقا، اشتباه بوده دیگه آقا، من معذرت میخوام. آدم باید بدون اشتباهاشو قبول کنه. من زنگ زدم معذرت خواهی کنم داداش، من دوست دارم رفاقتمون خراب شه. الان تو اوکی؟ داداش این برام پیدا نشه آرمان. ول کن، زنگ منگ نزن، بذار رومون بیشتر از این هم دیگه باز نشه جون مادره. من نمیفهمم اصلا. آره نه اما من خیلی نفهمم، من خودم نمیفهمم. من عاشق اینا شدم. من تصویر آرمان تو اومدی خونه ما نون نمک خوردی، بعد من تو به خواهر من چشم داشتی، من میبودم خواهر من که تو گلیان پوش بازی میکرد، میرفتی بازی میکرد، کافه میرفتی، اون بر میرفتی. کارش دارم، هوا نداریم که. سوال میخوام ازت مهدی جان، داداش من الان صحبتای تو رو شنیدم. خب کار غیر خلاف شرع کردش آقا، با خواهرت ببخشید قرار گذاشت، خواهرت و خواهر ما ناموسمون، میگم کار خلاف شرع کرد آقا. مثل یه مرد اومد پیش رفیقش اجازه بگیره با خانواده‌اش بیاد. من که رفیق قدیمی‌ترم مثلا نسبت به آرمان 6 سال رفاقت کردیم، خونه من اومدی، خونه‌ت اومدم، رفتیم اومدیم نون و نمک خوردیم، مگه نمکدون شکستیم مهدی؟ آخه اون رفتارا من میگم قشنگ نبود، در شأن شما نبود اون رفتارا، در شأن ما هم نبود اینطوری رفتار شه. حالا من گذاشتم با آرمان خودش صحبت کنه بود. حالا من خوشحال میشم بیا با هم دیگه صحبت کنیم، اینو تمامش کنیم دیگه. نمیدونم میای این سمت یا من بیام با هم صحبت کنیم. دادا آقا برو الان برو، من این دلچرکین بودن تو روالش میکنم. میگم این دلچرکین بودن تو من روالش میکنم. حالا میگم آقا حالا باهات صحبت میکنم، زنگ میزنم بیای پیش مامان بابای من و بیای صحبت کنیم. جیگری خداحافظ. کلا آدم نفهم خیلی بیلمزه.
خیلی بیلمزه ها مهدی. خود بیلمز بازی در بیاره بیلمز چی ما؟ نه بحث دعوا نیستش. نه دعوا داریم مگه قرار میگه که دعوا کنیم. چی بگم والا؟ من این ویدیو رو گذاشتم که در جریان باشید، اصلا این خبرها نیست. من به هر حال با مهدی هم راضیش میکنم. بازم میگم من اشتباه کردم. با تمام چیزای درستی، با تمام کارهای درستی که کردم میگم آقا باز من اشتباه کردم. درسته. ولی من این ویدیو رو خواستم بگیرم بذارم، بدونید من اصلا کلا دیگه این قضیه رو نمیخوام. حالا تمام بشه این حاشیه ماشیایی که الان پیش اومده یه سری دارن به من فوش میدن، به مهدی فوش میدن، میگن شاید من دوست ندارم اینجوری بشه قضیه. ویدیو رو ازتون گرفتم، حتما مهدی هم میارم پیش خانواده که صحبت بکنه. مهدی بعد یه معذرت‌خواهی از مامان بابای من بکنه چون به بچه‌شون بی‌احترامی کرده. یعنی من به بابای من به شدت برخورد نیما میدونه. بابام خیلی به شدت عصبانی بود. حالا مهدی هم میاد یه عذرخواهی از مامان بابا اینا میکنه. منم به احتمال خیلی زیاد برم از داداش فرید اینا دیگه حالا پوزش بطلبم. حرف سخنی؟ نه حرف سخنی نیستش دیگه. آقا میدونی یه چیزی تمام شد دیگه. امیدوارم که دیگه این داستانا پیش نیاد. من خودم خیلی ناراحت شدم. ولی امیدوارم تو زندگیتون هیچ موقع تو دوراهی که من گیر کردم گیر نکنید. میدونید دله از سنگ میشه بعد یه همچین قضیه‌ای که نمیشه. چی بگم؟ خیلی مخلصیم آقا. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. ایشالله از ویدیوهای بعدی بتونم پر انرژی و خفن براتون چیزای خفن بگیرم، بخندید، حال کنید. ببخشید اگه ذره حالم خوب نبود تو این ویدیو. خیلی مخلصیم. عاشقتونم. خدا نگهدار.